به نظر آدم باید با دوست دخترش ازدواج کنه؟ مگه دیوونه است؟ اولی که نجیب باشه به راحتی پا نده، یعنی 6 ماه بعد دنبالش بره تا جواب سلامت کنه. بعد 6 ماه به برگرده بگه باید بیرون نمیام، اگه منو میخوای باید بیای خواستگاری. الان ازدواج معنایی نداره که شما تصور کنید تو ذهنت الان با این رفاقت کنم شاید 2 دقیقه بعد مثلا میگم 6 ماه دیگه ازدواج کنم. نه، همچین خبری نیست. دختری که میاد با یه پسری وارد رابطه میشه امکان قبلش با 1000 تا پسر دیگه بوده باشه، بعدش هم با 1000 تا پسر دیگه رفته باشه. ارتباط و ازدواج هیچ ربطی به هم؟ آماری که ما 5 دانشگاه مطرح کشور گرفتیم 73% از آقایون ارتباط را هیچ ربطی به ازدواج نمیدن. میگن دوست دخترام یه طرف میرم یه زن دیگه میگیرم. میگم چرا با این ازدواج نمیکنیم؟ اینا دوست دخترامن. میگه زنم نیست، دوست دخترامن. میگم چرا؟ میگه اگه آدم بود که با من حرف نمیزد دست نمیداد که. 81% دختران ارتباط را مقدمه ازدواج میدانن. داستان چیه؟ یه قانونی هست آیون خداییش بینی بین اللهی دیگه. مردی، من خودم از جنس مردم دیگه، دختری که سهل الوصول باشد تنفر انگیز است دیگه. خدا تو وجودمون قرار داده دیگه، خودتون میدونید دارم چی میگم. میگین که دم دسته بابا، سهل الوصول نباش، ناز داشته باش.